آموزش و پرورش برای افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است. یک تجربه ذهنی مهیج برای کودکان و وسیله‌ای برای یافتن شغلی یا راهی برای گریز از طبقات اجتماعی پایین برای برخی از جوانها محسوب می‌شود. آموزش و پرورش برای برخی از والدین وسیله تحقق آرزوهای تحقق نیافته آنها است و برای کسانی که در مدرسه کار می‌کنند، نظیر مدیران، معلمان و کارمندان اداری، آموزش و پرورش یک کار محسوب می‌شود. یعنی محلی که آرزوهای شغلی آنها می‌تواند تحقق یابد. جان میل تربیت را بر هر تأثیری که آدمی در معرض آن است اطلاق می کند. منشأ این تأثیر می تواند اشیاء، اشخاص یا جامعه باشد. دیویی نیز می نویسد به طور کلی تربیت مجموعه فرایندهایی است که از طریق آن گروه یا جامعه‌ای چه کوچک باشد و چه بزرگ قدرت‌ها و مقاصد مکتسب خویش را منتقل می‌کند تا بقا و رشد مداوم خود را تضمین کرده باشد. اما آموزش و پرورش برای جامعه شناسان به چه معناست؟ چگونه جامعه شناسی می‌تواند از پدیده چندبعدی آموزش و پرورش معنای خاصی به دست آورد؟ قسمتی از تعریف جامعه شناسی آموزش و پرورش رو با هم دیگه شنیدیم از کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش نوشته دکتر محمود شارع‌پور و انتشارات سمت به صورت تخصصی کتاب‌های علوم انسانی رو داره و این کتاب هم باز به طور تخصصی برای رشته علوم تربیتیه. کتاب جامعه شناسی آموزشی رو بچه‌های علوم تربیتی توی ترم اول میخونن. کلاً واحدی به اسم واحد جامعه شناسی آموزش و پرورش دارن. این کتاب با این شمایل که خب همونطور که گفتم مال انتشارات سمت و دکتر شارع‌پور، این کتاب شامل چند فصل خیلی طولانی هست. فصل طولانی که میگم خب قاعدتاً از تعریف شروع میشه، تعریف جامعه شناسی که چه سوالهایی رو قراره پاسخ بده و جوابشون رو بهمون بگه و در ادامه فصل دومش نظریه‌های کلاسیک در جامعه شناسی آموزش و پرورش رو بهمون میگه. حالا نظریه کارکردگرایی که امیل دورکهیم رو صحبت میکنیم، ماکس وبر رو صحبت میکنیم، نظریه مارکسیستی و آلتوسر و خیلی از نظریه پردازهای دیگه. اما فصل سوم نظریه های معاصر در جامعه شناسی هست، جامعه شناسی آموزش و پرورش، از پارادایم انتقادی تا حالا پائولو فریر و بقیه نظریه ها. و در فصل چهارم روش‌های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش گفته میشه، از حالا دید روانشناسی محیطی، قوم‌نگاری ارتباط و مردم شناسی که باید صورت بگیره توی روش‌های تحقیق جامعه شناسی آموزش و پرورش. فصل پنجم میخورده به سمت سازمان اجتماعی مدرسه میریم، یعنی از اون حالا جامعه شناسی یه خورده فاصله میگیریم و به طور تخصصی توی بحث آموزش و پرورش میپردازیم. حالا نظام دیوان سالاری به چه نحوی هست، سازمان‌های اجتماعی و اینکه مدرسه رو میایم به صورت یک سازمان بررسی میکنیم. فصل ششم فرایندهای مربوط به مدرسه است، از عملکردی که دانش آموز میتونه داشته باشه حالا تا برسه به برنامه درسی پنهان و اون ارزشیابی که صورت میگیره. و فصل هفتم خانواده و مدرسه است، ارتباط خانواده و مدرسه و حالا شکلگیری آموزش و پرورش رو صحبت میکنیم، نقش‌های مکمل خانواده و مدرسه و مقایسه ویژگی‌های ساختاری مدرسه با ویژگی‌های ساختاری جامعه خانواده به شکلی چون دو نهادی هست که دانش آموز از اون نشأت میگیره و میاد و از خانواده وارد مدرسه میشه، میخوایم ارتباطش رو توی فصل هفتم بررسی بکنه. و فصل هشتم معلم و مدرسه است، جامعه شناسی تدریس رو داریم. من یادمه که توی این فصل استادمون توی دانشگاه بهمون گفتش که به نظرتون با توجه به اینکه ایران حالا تنوع قومی زیادی داره، اون معلمی که قراره بره سر کلاس به نظرتون باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ و اینکه در ادامه به این رسیدیم که فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان که حالا به صورت
یک پارچه از خود اون بوم دانشجو میگیره و تربیت میکنه و میفرسته به مدارس، دلیلش چیه؟ که منی که مثلا حالا تهران هستم یا اونی که شهرستان خودش رو هست، بوم خودش رو هست، چرا باید سر کلاس خودش بره؟ نمیتونه مثلا اون حالا دانشجو فرهنگیان کرد بیاد توی تهران درس بخونه؟ و خب به هر حال جوابش هم کم و بیش مشخصه. با توجه به اون فرهنگ و زبان و قومی که توش بزرگ شده، راحت تر میتونه اون بچه رو تربیت بکنه و اون نسل اون قوم رو در واقع ادامه بده. اما فصل نهم که فصل آخر این کتاب هست، آموزش و پرورش و جامعه پذیری سیاسی است. آموزش و پرورش و توسعه سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، رشد نگرش ها و یادگیری های سیاسی در کودکان رو صحبت میکنه. شاید یه خورده دید سیاسی داشته باشه و به نظریه ها و رابطه های سیاسی بپردازه که یکی از حالا عنوان‌ها عوامل جامعه پذیری سیاسی هست که از خانواده، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی و گروه دوستان و همون مفهوم شهروندی وقتی که داره یک نقشی رو میگیره که توی جامعه وارد بشه و کنش سیاسی به قولی داشته باشه رو صحبت میکنه. کتاب هولوش 350 صفحه است. یه خوردم راجع به نویسنده با هم دیگه صحبت کنیم. دکتر محمود شارع‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران هستند که این کتاب هولوش سال 86 نوشته شده و به تألیف رسیده و از مراجعیه که بچه‌های علوم تربیتی تو ترم اول بهش رجوع میکنن و جزء منابعشون میشه و خب کتاب قطوری هست. حالا با توجه به اون نظری که استاد داره، استاد اون رشته داره، میتونه حالا یا کلش رو درس بده یا اینکه به صورت پروژه‌ای کار کنه. تجربه شخصی خودم این بود که به صورت پروژه‌ای کار کردیم. یه خورده راجع به مفاهیم پایه و اصولی و مهم با هم دیگه صحبت کردیم سر کلاس با استادمون و در نهایت ما به صورت یک تجربه شخصی یک موضوعی رو دادن، اینکه حالا توی مدرسه شما چه تجربیاتی به شما اتفاق افتاده، اون روندی که شما یادگیری براتون اتفاق افتاده چقدر میتونه به اون زیست بومی که حالا توش زندگی کردین ربط داشته باشه. حالا بچه‌ها به هر حال دانشگاه جامعه مختلفی رو داره، هم از بچه‌های تهران بودن هم از بچه‌های شهرستان و با توجه به اون وقتی که پروژه‌مون رو انجام دادیم و برای هم دیگه ارائه میدادیم سر کلاس، تجربه نوعی بود که از دید و نگاه دوستمون آشنا می‌شدیم، مدرسه‌های متفاوت رو می‌دیدیم و اون ساختار رو متوجه می‌شدیم. این از کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش که با هم دیگه بررسیش کردیم. چون منبع زیاد حالا مهمی نیست و در طول ترم‌های آینده، این بر ترم اول فقط کاربردیه، در طول ترم‌های آینده حالا علوم تربیتی زیاد رفرنس نمیشه، بهش رجوعی نداره، دانشجو زیاد بررسیش نمی‌کنیم. اگر که مایل هستین که این کتاب رو تهیه بکنین، میتونین پیام بدین و فایل PDF رو در اختیارتون بذاریم. ان شاءالله که لذت برده باشین و به دردتون خورده باشه. فعلا